پسوند دوم جیگه هست که توی فارسی میتونیم خورش ترجمه بکنیم. حالت خورش یا خوراک. ببینید من اینو ترجمهشو خورش نوشتم، ولی دقت داشته باشید که اون خورشی که ما توی حالا ایران تو ذهنمون میاد یه خورش مثلا خیلی لعابداری هست که ساعتها پخته و خیلی مواد زیادی توش استفاده شده و اینا. ولی خب خورش کره یه کوچولو فرق میکنن، یعنی مثلا زمان طبخشون و حالا اون لعاب و اینجور چیزا که توی خورش ایرانی هست توی خورش کره متفاوته، یعنی زمان طبخشون کمتره و اون لعابی که ما توی یه خورش مد نظرمون هست و ندارن. ولی خب میتونیم بگیم ماهیت غذاهایی که پسوند جیگر رو دارن حالت خورش یا خوراک هستش.